دنیا مختصر است و زندگی به خاطر دشمنی و به خاطر نفرت و به خاطر نفاق و به خاطر شقاق و به خاطر از این است که از هم دوری داشته باشیم و هر فرد ما در مقابل دیگه یک سنگر گرفته باشه و یکی دیگر را کشته بریم و یکی دیگر را از خود دور کرده بریم. نه، زندگی به خاطر از این، زندگی به خاطر محبت است، زندگی به خاطر مهر است، زندگی به خاطر نزدیکت است و زندگی به خاطری است که ما یکی دیگر را در بغل خود بگیریم، در پهلوی یکی دیگر در فضای اخوت و برادری زندگی بکنیم. تجاوز دشمنی نداریم و نمیکنیم. زندگی که ما داریم تا روز آخرت این مسائل و مشکلات داشته می باشه، ولی راه های حلی ما در دین خود برای مسائل داریم و شریعت ما اجازه به این نمیده که هر کس خود را شارع جور کنه و هر کس که هر چیزی که شده دیگه خودش اجراعات بکنه و خودش تفنگ بگیره و خودش مردم خود جمع کنه و که از خود شارع جور کنه و نظام مکی ما را میکشم و مرا کشته. نه، هر مسئله که پیش میشه به این نظام فعلی که نظام شرعی است، به هیچ کس اجازه نمیده که سر به خود بره، سر به خود اجراعات بکنه، سر به خود کسی را کشت و کسی را زد و کسی را بندی کرد. نه، هر مشکلی که پیش میشه به اداره مربوطه مراجعه میکنی. برم تو در جایتون میشه. صحیح